درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. باز هم به دیدار شما آمدیم با یک گنجور بی‌بهای ملت با برنامه گنجور و در این برنامه باز هم کولبار آهنگ ها و سرود های مردمی را بازگشایی خواهیم کرد و پیشنهاد شما خواهیم نمود. و ما در ناحیه میر سعید علی حمدانی حضور داریم، در ناحیه حمدانی با هنرمندان محبوب این دیار و در این برنامه ما را همراهی میکنن. همچنین استاد هنرمند مردمی تاجیکستان عبدالسلیم رحیموف نیز در نزد ما هستند که افتخار همصحبتی ایشان نیز امروز به ما دست داد و من سپاس میگویم که امروز ما را در این برنامه همراهی میکنید و برای انمین ملت تاجیک، برای مردم تاجیک گنجینه های بی‌بهای فرهنگ را پیشنهاد می‌سازید. این آهنگی که حالا پیشنهادی ما گردید چی آهنگ است؟ یک آهنگ خیلی فارم و گوشنواز و زیبا بود. من می‌خواستم راجع به همین آهنگ حرف زنید که چی آهنگ است و چقدر تاریخ طولانی دارد. سالهای طولانی بود. در وقتی که من جوان بودم از نظر گذاری‌های همین جمهوریت اشتراک می‌کردم. در خد تاجیکستان در شهر دوشنبه المپیادا میشید. از همینجا با مردم هوسکارای صنعت از کوهستان، از تمام بدخشان، از ولایت سوق، وادی هیشتار، ولایت کولاب، همه به همه از نظر گذرانی جمهوری میرفتند. من بچه یوش بودم. یک آدم، یک نوازنده، یک خد 35 ساله بودن مسافر. سال 1963 از ناحیه از شهر اسفره میرزا قرمان صالحو. من با همه آدم خیلی بسیار هم صحبت شدم. من از یک بچه یوش بسیار با هم میچسبم، با هم با طرف هم کرد. بعد گفتن که چی میخوایی پسرم؟ من گفتم که همین آهنگ موسیقی که شما نواختین همینا به من یاد دید. انا گفتم میل داشت. بعد وقتا قریب یک هفته میگذشت المپیادا. بسیار نوبت خطی هر یک شهر رایون ها میگذشتن. بسیار با وایما با شکوهی خوب خواستن میگذشتن. بعد من همیشه آموختم هم آدم. این از سالهای چند سال شد که از سال 1960 به چندین شاگردا و برادرها و نوازندهایی که همراه من همراهی میکنن و کمک میکنن امروز نشون دادم. امروز ببین که شاگردای من نگاه که برادران من فرزندان خودم شیشتا در تئاتر آموختن میگیرن، آهنگ را به تمام نوازکیاش نواختن میگیرن. امروز در بر من مینوازند. من بسیار فخر میکنم. ذهنیت قوی مردم تاجیک بود که همین گونه موسیقی سنتی تا به امروز رسید. ببینید که مثلا همین موسیقی های سنتی ما تا 10 سالها پیش مثلا نوتای خاصه نداشتن، در یگان کتاب ثبت نشده بودن، ولی از ذهن به ذهن، از نسل به نسل، از شاگرد به استاد، از استاد به شاگرد تا گذشته آمدن و این همین فرهنگ دوستی مردم ما، ارج گذاشتن به فرهنگ قدیمه، ارج گذاشتن به عنعنه های قدیمه مردم ما بود که همین گونه موسیقی های ارزشمند و زیبا و دلنشین تا به امروز مثلا آمدن. اگر علاوه کردن لازم باشد فقط جان، مثلا از نسل دیگه گفتن فکر میکنیم که مثلا اصلا فکر میکنن که این آهنگی شش مقام است یا از کدام ژانری که نباشد. مثلا نگاه کنید که امروز اساس گذار صلح و وحدت ملی مثال ژانری فلک، ژانری شش مقام با پاهای بلند برداشتن. مثلا فرض کنید که چی در منطقه رشان زمین باشد یا خطلون زمین باشد، مثال همین موسیقی های سنتی شش مقام فلک همه اجرا میکنن. بله. این یعنی که باز یک وحدت ملی ما را یک مستحکم میکنن. واقعا این گونه است. ببینید که مثلا بیشتری هنرمندان حرفه‌ای، هنرمندان شناخته کشور با شما کار کردند. همکاری با آدینه هاشم، با رحماندوست قربانی و میرزا وطن میرو، فیضعلی حسن و استاد. ببینید شما همین گونه امکان داشتید که به مرکز روید همون سالها. من همین تئاتر نپرتافتم. در همینجا ایستادم با همین شاگردا، چون که همین وطن، همین تئاتر من دوست می‌دارم. وقتی که سر شب اگر من تئاتر
نه برام نرم اگر من اون وقت کسل بشوم. این بس شکرانه میکنم که در بر من نگاه کنم چقدر. و ما هم افتخار میکنیم که یک گنجینه به‌بها، یک گنجوری به‌بهای فرهنگ و صنعت و موسیقی زنده در نزد ما هست و از انمون گنجینه های به‌بها پیشنهاد ما می‌کنم. از تلویزیون سفینه به حد میندور هستم که دائمی قدا ما را سراغ کرده میبینند، ما را حقیقتا دائم میپرسند، دائم در احوال ما خبردار هستند. امروز با شاگردا یک همون آهنگ ذوق دل رو مینوازیم. در تحقیقات سخنه استاد گفتنیم که همون آهنگی که استاد ما مینوازیم همین آهنگای قدیمی هستند، لیکن همین آهنگا که از دست به دست زبان به زبان میروند میشوند بله فولکلوری. بله از یک آهنگ استاد مینوازیم. مرحمت بفرمایید. تشکر زیاد استاد، خسته نباشید. و هر آهنگی که ایجاد می شود اساسش همون آهنگ های خلقی است، یعنی الهام گرفته از آهنگ های خلقی. مثلا ببینید که در اساس ژانر شش مقام چقدر سرود های زیبای دیگر ایجاد شدن، چقدر ترانه های دیگر هنرمندان روی کار آوردن. یعنی همین اساس آنچه که مردم زمینه گذاشتن، آنچه که هنرمندان قدیمی ما گذشته ما زمینه گذاشتن برای آیندگان باعث می شود که اثرهای نو، آهنگهای نو ایجاد کنند. وقتی که شما جوان بودید چگونه آهنگها اون وقت معمول بودن؟ چگونه مثلا میگونن نوازش های جالب رو پیشنهاد میکردن؟ هر یک از نظر گذرانی میشدن یا که مردهای سال خورده اشتراک میکردن، اینطوری شرم نمیکردن، مثلا یکم چی نمیکردن که یکم کس ما را تحقیق میکنن. نه مردای همین کلان سال، مردایی که به حق در همون از نظر گذرانی اشتراک میکردن. خب شما کی را در یاد دارید استاد که اون در میان مردم محبوب بودن؟ مثلا از همین ناحیه ما بابای هاشم
پدر اودین اوشیم با بخالی اودینای از خالخوزی همین کیرو پیش اینها همش یک گنجینه بدن اکای دوستی اردویوف من بسیار چیزای خلق را از هم آموختم چند سال داشتی؟ یک 22 ساله بودم ده اونها با کدام ساز می نواختن؟ رجاکای توجیکی قطعی رجاکای توجیکی دمره قطعی بعد نه توجیکی قطعی می نواختن من گوش میکردم من بسیار شور بودم آدمی صنف هشتی که همین دقت میدادم به همین نوازش موسیقی و دیگر کارو هوس نداشتم فقط در ساحه موسیقی هوس داشتم که من چه خیلی کنم کار کنم چه خیلی کنم همین خیلی من مردم خدمت کنم من مردم خیلی جود کنم دیگه همین خیلی شید به مقصد رسیدم. بزم‌ها چگونه بود دوستان اون وقتا؟ بزم‌ها رو چگونه مثلا برپا میکردند و چگونه آهنگ‌ها در اون بزم‌ها اجرا کرده میشد؟ فقط آهنگ‌های خلقی مردم کوهستان کنسرت می‌رفتیم به طرف مردم شروبود می‌رفتیم حضور شمس‌الدین شاهین به طرف خوالین می‌رفتیم به طرف للوبود می‌رفتیم به طرف وادی حصار می‌رفتیم به طرف بدخشان می‌رفتیم بسیار من هم بدخشان بسیار گوش می‌کردم هم لحن آوازخوانی و آهنگ نوازش گوش می‌کردم اگر اگر ذهن مونده باشین همین بسیار استفاده با به همین مردم بدخشان بسیار نزدیکی می‌کند این حوض چیزی نواختیم که به حد نزدیکی می‌کند من بسیار دوست می‌دارم همین لحن همین مردم همین کوهستان را بعد با خودم فکر می‌کردم که چیکار کنم در کار چیکاری کنم در کار بعد شاگردا خاطر می‌شدم امروز با شاگردای بسواد امروز شاگردای میفهمدگی اهل فهم همراهشون کار میکنم من بسیار راضی هستم. تصمیم گرفتید که همون آهنگ‌هایی که ایجاد کردید در رشته نوت در آورید در یک کتاب به نشر رسانید تا مثلا برای نسل‌های آینده دسترس باشن. وقتی کتاب چاپ کردن در همونجا یک آهنگ سری جوانی چاپ کردم نوت خطی من همین نیدای خطلون چاپ کردم حالا بعد جشن صدا اونجا آهنگ این نوشتم در همونجا بسیار یک 5-6 تا آهنگ نداد داروادگی نداد چقدر آهنگ دارد این کتابی که شما به نشر رساندید؟ قریب یک 90 آهنگ دارد. نامش را چه گذاشته؟ سرود و آهنگ‌های عبدالسلام رحیموف. بعد من یک آهنگ ایجاد کردم ندای خطلون اگر ممکن باشه یک پارچه‌اش کم تر نوازیم. خب مرحمت بفرمایید.
بیاید استاد از همنشینی و از همون آموزش هایی که داشتید بگویید، چون شما هنرمندی هستید که بیشتر به همون موسیقی های سنتی، به همون عنعنه های سنتی صنعت تاجیک استوار بودید و تلاش کردید که طی این سالها همین عنعنه، همین سنت، همین رویه از میان نرود و به نسل‌های مثلا جوانتر و به آنهایی که همراه شما کار کردن آموزش داده. باید از این گپ زنید که مثلا کیها بودن که باعث شدن شما همین گونه عنعنه ها را بیاموزید؟ موسیقیایی که همراه ما کار میکردن من بسیاری همین چیزا رو همه آموختم. کیها بودن؟ مثلا اودینو هاشم بدن، پدر اودینو هاشم بدن. خب مثلا دوستی اردوف شاور اپای گلچره صادقова بسیار نوازنده خلقی که همین جان موسیقی مردم کوهستان را زنده میکردن. من کس پرسان بشدم، همراهش می نواختم، چیزی که می نواختم، چیزی که چی میکردم من به دقت میدادم. بسیار بسیار چیزای هم آموختم، فهمیدم. سرود در رفتنش، لفت سرود در رفتنش دیگر خیلی است، موسیقی تماما دیگر نموده است. بله. خیلی فرق میکنه بین سرود و موسیقی. برای من همه آدما آموختم، خیلی چیزا رو آموختم. چی ها میگفتن اصلا درباره موسیقی؟ اصلا میگفتن که عبدالسلام جانم شما آینده دارید، شما باید کار کنید، خسته نمیشید، خسته نباشید. مثال نگین که ما شادپر شدیم، ما مونده شدیم، ما خیلی مونده که ما شب روز کار میکردیم. بله. شب روز کار میکردیم. کنسرت های دولتی، کنسرت های من اگبرگاد و دسترهای همین فرمه ها و دسترهای خوش پخته و پشت فرمه و دیگر پختچینی در تمام جا رفتن کنسرت میدادیم. همین رو ما توقیت میکردیم. هنرمندانی بودن که استاد مثلا در روستاها بودن، در جاهای بودن که مثلا کمتر به نظر میخوردن ولی هنری والا داشتن. از اونها یادتون هست؟ از اونایی که مثلا در جای رسمی کار نمیکردن؟ البته خیلی. وقتی که من جوان بودم، روزی که در همین قشلاق‌هایی که میرفتیم کنسرت، نکه جوان بودم، به حد جوان بودم، الان که کار نمیکردم، نکه اشتراک میکردم در تئاتر. مثلا بابای سعی الدین میگفتن، بابای کورچا میگفتن، اکا عزت الله میگفتن، خب بابای قربان میگفتن. من همین چیزهایی که اینها میخوندن، همین استاد اودینو هاشما همه گرفته، کمتر روشش رو دیگر میکرد، میشد آهنگ پره میشید. ببین که چقدر بزرگی همین مردم کوهستان را که همین چیزا را گوش میکردیم. در اصل رفت همین آهنگ بود کمتر ترتیبات دیگر میگه آواز نمیگن که ارنجیروف کم بکنن. همین خیلی میکردیم. و یک مرد بسیار هنرمند خوب بودن، گجاب مینواختن، بابای نعمت الله به حد نواختن هم بوده معقول بود. پیش هم میرفتم گوش میکردم. بعد میگفتن که شما گجاب میشوید. خیلی باید بچه بودم، 6-7 ساله بودم، هم بالا کوهستان دا همون را گوش میکردم. یک چیزایی مینواختن که من حیران بشدم. همون را بسیار همون را من گرفته جبجو کرده آهنگ پره کرده به مردم رسوندم. و متاسفانه بیشتر از همین گونه هنرمندان آهنگ‌های زیبا، همون ایجادیات زیبای خود را همراه خود بردند و خیلی کم از آنها در میان ما باقی ماند. البته انسان از انسان یاد میگیره، انسان از انسان برکت یابه، انسان همه وقت به هم دیگر کمک میکنه. ما همه خیلی شدیم که به ما کمک کردن. من بسیار از کسب کردگی از خودگی خودم راضی هستم. خب تشکر زیاد استاد، خسته نباشید. بسیار خوش آمدن، بسیار خوش زنده باشید و باور داریم که همین آهنگ‌های شما در گنجوری فرهنگ ملت ما برای نسل‌های آینده یک تحفه بی‌بهای خواهد بود و همین آهنگ‌ها، همین ایجادیات شما باز هم یک گوشه فرهنگ ما را روشنایی خواهد داد. تشکر میگویم و در انتها باز هم برای ما فکر میکنم که یک آهنگ زیبای شما را اجرا میکنن هنرمندان. همراه شاگردان کار کردیم، همین یک آهنگ ایجاد کردیم با نام فلک. سامی خیلی سوار شد از تماشابینان که فلک هم موسیقی تنها میشود. گفتیم البته میشه. ما گرفته همین دو قسم کردیم. هم فلک هم گردش فلک. همه را به سمت تماشابینان میرسونیم. و دوستان عزیز و ارجمند،
همینجا با انتهای برنامه امروزهای گنجور رسیدیم. یادآور میشم که با هنرمندان محبوبی نویه همدانی بودیم و گنجینه های به بهای این منطقه را پیشنهاد شما کردیم. خاصتا آهنگ های زیبای استاد بسیار محبوبی ما هنرمند مردمی تاجیکستان عبدالسلام رحیموف را پیشنهاد بیننده نمودیم و مطمئنیم که این آهنگ ها برای شما پسند آمد و خاطر شما را بالیده گرداند. خیر دوستان عزیز، تا دیدار دیگر با یک آهنگ دلنشین برنامه به اتمام میرسد.